سلام بچه ها، خوش اومدیم فال ماه بانو. امروز با فال شمع در خدمتتونم که ببینم از لحاظ احساسی چی پیش رو دارین و قراره چه اتفاقاتی براتون از لحاظ احساسی بیفته. تو دلاتون اسما رو نیت کنین، نیتاتون رو تو دلتون بگین، سابسکرایب حتما داشته باشین، لایک کامنت برام بذارین. برای 4 عنصر میخوام نگاه کنم، انشالله که براتون نیک باشه. برای عنصر باد که بهمن، خرداد و مهر هست، بریم ببینیم چی داره برامون نشون میده. بسم الله. خب برای بهمن، خرداد و مهر ببینین کاملا نوشته مهر، خب خیره و دال و بهمنم که اگه بخوایم بخونیم یا حالت بهمن رو توش هم داریم. میگه اگه استرسی دارین رفع شدنش هست. 100% از لحاظ خون زندگی احساسی موفقیت رو دارین. اینجا برام داده کسی که حروف ف الف دار رو دارن موفقیت 100% از لحاظ خون زندگی دارم. از خیلی ها بچه اینجا برام داده کوچیکه دارن دور میشن یا حالت تنهایی به زندگی خودشون دارن نگاه میکنن که موفقیت و پیروزیشون هست. خرداد ماهی ها همین طور که دارن پیش میرن براشون موفقیت رو داده. یه مقدار خسته هستن ولی به مرور زمان همون خستگی رفع شدنش هست و موفقیت های خودشون رو دارن. کسی که حروف واو دارن، الف دارن تو اسمشون و ر دارن موفقیتشون بیشتر افتاده. در مورد بهمن ماهی و مهر ماهی حتی اگه در ارتباط با هم هستین یا در ارتباط با هم نیستین، میگه راه درست رو دارین میرین. اتفاقات خیلی مهمی قراره پیش رو داشته باشین و اون اتفاقاتی که براتون خیلی مهمه پیش میاد، مخصوصا از لحاظ احساسی. احتمال اینکه خیلیاتون ازدواج رو داشته باشین رو برام داده، همراه با موفقیت. یه مقداری هم پول، حالت خرج کردن یا از دست دادن خیلی جزئی و کم دارید. ولی در کل اونایی که مقدار دور هستن و میخوان تو حالت انگار بحث دور از همه زندگیشون رو بکنن، کاراشون رو اوکی کنن، اونا رو بیشتر موفق تر داده. خب بریم برای عنصر خاک که اردیبهشت، شهریور دی هست که ببینیم برامون چی پیش رو داره. برای اردیبهشت، شهریور و دی ها، اینا هم یه رقم های پولی به دستتون میاد، براتون خیلی خوبه. کسایی که حروف نون الف دارن 100% حاجت روایی موفقیتشون هست. کسایی که حروف ت 2 نقطه و الف دارن برای اونا هم حاجت روایی، جمع خانواده، موفقیت و کاتب اصلی اگه دارین رفع شدنش هست. میگه تفاهم تعادل رو داری، بستگی داره به پسرها که چون دخترها دارن ادامه بدن یا نه. یه مقدار پسرها خودشون رو کنار کشیدن رو دارن، ولی در کل داده دخترها هم با اینکه تنهایی این رابطه رو هر از گاهی به دوش میکشن و خیلی هم عاشق‌ترن، ولی حاجت روایی رو دارن، موفقیت رو دارن. اون چیزی که مد نظرشون هست براشون حتما میشه، حتی اگه این راه براشون سخت باشه. به اوج موفقیت رسیدن و برگ سندی رو و نامزدی رو براتون داده. اتفاقا خیلی اتفاقهای روشن و خوب رو داره براتون نشون میده. اون چیزی که تو ذهنتون هست، دخترا دارین پرورشش میدین، بزرگش میکنین، براتون اتفاق میفته. خیلی هم خوبه.
پسرها از لحاظ احساسی بعضی رو دارن مخفی نگه میدارن و عاشق کسی دیگه هستن، یا حالت رقیب رو میتونین داشته باشین که روی اون فعلا بدبینی اینا هست، ولی هر از گاهی دیده میشه که پسرها برای این رقیبان کادو خریدن اینا رو هم داده و این اشخاص میتونه حتی مهرماهی هم باشه توشون، دیماهی، مهرماهی، یعنی رقیباتو میتونه دیماهی و مهرماهی هم باشه. ولی خیلی راحت میتونی این رقیبا رو پوچ کنین، چون وقتی پسرها از لحاظ احساسی یه مقدار پیداشون نیست یا کم رنگن میشه این رقیبان که به مرور زمان میتونین اونا رو هم پوچ کنین اگه بخواین، چون پسرها بیشتر ذهنشون درگیر رقیبا رو داده، درگیر دخترهای دیگه هست. ولی بستگی داره اینکه دخترها این اگه روابطشون خیلی خوب پیش نمیره میتونن رها کنن، ولی با این حال داده اون چیزی که میخوام تصورش میکنن، رشدش میدن، بزرگش میکنن میرسن. و پسرها هم که دارن تو خفاله کارهایی انجام میدن یا مدتی ادامه داره، بعدا احتمال شکاف بینشون هست، یا اگه اون شخصی که مد نظرشون هست و دوستش دارن میتونن برسن اگه تلاش کنن. خب بریم برای عنصر آب که ببینیم اسفند، تیر و آبانیا چی داریم. خب برای اسفندتیریا دخترها رو 100% نگرانیاشون پوچ شدن داره، از لحاظ احساسی خیلی به اوج رسیدن دارن، موفقیت دارن، هی دنبال رقیب نگردین، غیر از شما کسی نیست، پتانسیلتون خیلی بالاست، موفقیتتون خیلی بالاست و این پسر رو میتونیم بکشیم به اوج ازدواج که براتون هم خیلی خوب داده جواب بله هم داده میدی، با اینکه خودتون خیلی قشنگ زیر نظر دارین این پسر رو و این عشقیه که از قدیم بوده یا از گذشته بوده و داره رشد پیدا میکنه و بیشتر میشه و ازدواج و خانواده و تشکیل خانواده رو قشنگ داده. و برای پسرهامون درسته کاتبستی توی رابطه رو دارین و هر از گاهی توی این رابطه خسته شدین و یا حتی خودتون خیانت کردین یا خیانت دیدین، ولی عاشق اون شخصی میشین و هستین که بهش میرسین. یک زندگی خیلی خوب رو داره برام نشون میده برای خود پسرها هم، ولی در گذشته خیانت‌هایی کردن، در گذشته خیانت‌هایی دیدن و رابطه رو کات کردن، ولی با اون شخصی که عاشقشن یا اون دختری که عاشقتون هست ادامه بدین به موفقیت‌های خیلی زیادی میرسید. بیشتر برای خود دخترهای عنصر آب که اسفند تیر آبان هست ازدواج و برگسند ازدواجی رو به مرور زمان داده که حاجت روایی هم از لحاظ احساسی دارم و فوق‌العاده هم عالی داده. خب بریم برای عنصر آتش که فروردین، مرداد و آذر هست که ببینیم برامون چیا هست، چه نشونه هایی داره. پولای نقد خیلی زیاد، رابطه رو کسایی که پنهان میکنن به مرور زمان قوی تر میشه و رشد پیدا میکنه. یه حالت ازدواج رو دارن دخترها، توی این فال کلا بیشتر دخترها رو برای ازدواج داده و محبتشون و دوست داشتن دخترها هم زیاده. پسرها از لحاظ قانونی یه کاری دارن که موفقیت رو خودشون هست، خواستگاری هم برای پسرها داده، با اینکه نگرانی‌های خودشون رو دارن، با اینکه کارها انبوهته شده
و نگران هم هستن، ولی خواستگاریشون خیلی خوبه و به نفع خودتون تمام شدن داره. یعنی اون چیزی که مد نظرتون هست انجام میخوایم بدین انجام میدین، براتون خیلی عالیه. زرها کلا کار قانونیشون، کار ازدواجشون به نفع خودشونه. دخترهای فروردین، مردادی و آذری که عاشق کسی دیگه هستن و خیلی دوستش دارن و واقعا حس محبت رو توی این رابطه تموم کردن. حالت تموم یعنی فوق‌العاده روش چیز گذاشتن، احساسات گذاشتن. براتون خیلی خوبه عاشق شدنتون، ازدواجتون، محبتاتون، کلا موفقیت ها رو داره که انشالله برای همتون عالی باشه و بهتریناش اتفاق بیفته.